حیاک الله اخی. برادر عزیز، مردم مسلمان کولاب، مردم سربلند کولاب، مسلمان های کولاب، من مراجعت من به شما است. اهل کولاب، مسلمان های اهل کولاب، ما در حق شما تا به حال یگون چیزی بدی نگفتیم و ما حق نداریم که از نظر شریعت هیچ کسی حق ندارد که یک منطقه را، یک جماعت را، یک جای بزرگی را بالکل بد گوید یا که حکم بکند، مگرم در حالتهایی که در همون منطقه کفر شرک منتشر باشد و همون چیز باشد. الحمدلله ما تا امروز از اهل کولاب مردهای را دیدیم، برادرهای موحد را دیدیم، چقدر بزرگای را دیدیم. الحمدلله در این منطقه، در این مردم کولاب خیر وجود دارد، برکه وجود دارد و ما امیدواریم که آینده ان شاء الله سبحانه و تعالی در آینده باز از کولاب مردهای موحد و این چنین مادرهای موحده و این چنین علمای ربانی ان شاء الله بهترین، یک از بهترین ها از این منطقه میبرند و ما دعا میکنیم و ما خیرخواه هستیم و میخواهیم که همچنین باشد و ما خیلی برادرای زیادی بهترین را داریم از کولاب. مقصد من بزرگان کولاب وقتی که میگم، اما این پیشوایی که بنام یک وقت پیشوا بود حاجی میرزا نیست. حاجی میرزا بهترین کولاب نیست. حاجی میرزا البته کولاب را رسوا کرد، کولاب را بد نشون داد. او کسایی که در جنگ 90 نمیدونم این جنگ ها اشتراک کردن، فیضلی و سنگک و ما اینها را هم خوب نمیگوییم. اونها هم رسوا بودند، اونها هم پیشوای مسلمان ها نیستند، بلکه موحدین را میگوییم. موحدین، صادقین، مؤمنین و کسایی که پیروی قرآن و سنت با فهم سلف صالح را دارند. اما یک مشکلی به وجود آمده است که ما وقتی که درباره اهل بدعت صحبت کردیم گفتیم که کلابی ها گمراهند. کلابی ها این کولابی ها نیست. کلابی ها همین سخنی مرا کلابی ها بعضی از برادر خواهرها غلط فهمیدن، مردم کولاب غلط فهمیده خفه شدند. نه، یک انسانی بود که این از همه بزرگ متکلم ها، اهل کلام، اهل فلسفه بود. این انسان عراقی بود، از شهر بصره بود و این انسان را کنیش را ابو محمد میگفتند. نامش عبدالله ابن سعید ابن کلاب القطانی البصری بود. خیلی کتاب ها نوشته است. این یکی از جهمی ها بود میگن علما، یعنی جهمی ها را به یک صفت دیگریش. بالاخره ما سلف را دیدیم، امام های سلف به عقیده همین انسان رد زدند و این انسان به همون ابن کلاب معروف است. ابن کلاب، فرزند کلاب. کلاب این یک نام انسان است، نه نام شهر. و این یک جماعت بدعتی هم از همین است. مثلا اشعری ها از پیروی ابن کلاب هستند. ما همین را در نظر داریم، ما شما اهل کلاب در نظر نداریم. همین انسانی که عبدالله ابن کلاب است یکی از انسان هایی که به معتزله ها خیلی رد میزند و بالاخره خودش به جانب جهمی می رود، از باب صفت ها خیلی مشکلی هم دارد. بارک الله فیکم. یعنی در بعضی از صفت ها. انا مقصد ما وقتی که ابن کلاب گفتیم، انا همین انسان بود، نه شما اهل کلاب، نه شما اهل کلاب. این انسان خیلی پیش، سال 855 میلادی، در زمان 200 عصر 3 وفات کرده است. لیکن امروز هم بعضی عقیده هایی که همون انسان دارد، مثل همون انسان بعضی عقیده ها وجود دارد. عقیده های اشعری، ماتریدی مثل عقیده ابن کلاب است. ما وقتی که ابن کلاب میگیم همین رو در نظر داریم که 241 هجری وفات کرده است. چند سال پیش؟ 1200 سال پیش وفات کرده است. این سخن به اهل کلاب، به اهل کولاب، شما دو تا لیکتی گفته نمیشه، شما کولابی ها هستید. این کلاب است، این دو تا لی دارد. کلاب این نام آدم است، کولاب نام شهر است. انشالله فهمیدید. الله سبحانه و تعالی به اهل کولاب، به مسلمان های کولاب برکه بدهد، حفظشون بکند و موحدین را
мардҳои ба шуҷоатро мисли падарҳои гузаштаашон, мисли аҷдодошон ки дар кулоб мардҳои муваҳҳиди қавӣ буданд дар тӯли таърих, мисли ҳамонҳо мардҳоро боз ёд бикунад. баракаллоҳу фикум.